қироати шоасари алома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 124. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خاک تاجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917 رولوسیای فوریه سال 1917. فعالیت عبدالقادر رحیمبایف هم چنین بود. وی به شهر خارکف به زواد شرکت عمومی الکتریکی افتاد. بعدها عبدالقادر رحیمبایف به یاد می آورد که چگونه به مجلس های کارگران روس و اوکراین می رفت، چگونه آنها را با حیات خلق های آسیای میانه شناس می کرد و خودش هم چگونه از واقعیت روسیه و اوکراین واقف می گردید. من همان وقتها سواد درست نداشتم، خصوصا سواد اروپایی نداشتم، اما زبان اروپایی را ندانم هم حرکت می کردم که همه گپ‌های در مجلس ها می شدگی را فهمیده گیرم و خودم برای دیگر دوستان ترکستانیم ترجمانی هم می کردم. کارگران روس و اوکراین به وی گزیته خوانده واقعه و حادثه های زمانه را فهمانده می دادند. خود رحیمبایف با تشکیلات بلشویکان علاقه مستحکم داشت و با هدایت یچیکی پرتیوی زواد در نمایش و میتینگ ها اشتراک می کرد. معلوم که وقتی زاکیروف، رحیمبایف و دوستان آنها که در کوره حادثه های ریولوسیونی قسمی اروپایی روسیه آب و تاب یافته بودند، به شهر و دیهات و ابوالهای خود برگشتند، درس‌های عاید به همکاری و همفکری صنفی در آن جاها گرفته خود را زود به کار بردند. 25 می سال 1917 در خوجند به مناسبت بازگشتن مردکاران میتینگ شد و اشتراکچیان آن سویت دیپوتات‌های مردکاران کارگر را انتخاب کردند. جوره زاکیروف، عبدالقادر رحیمبایف که در فعالیت تشکیلات‌های ریولوسیونی مقام نمایان داشتند، اعضای پرزیدیوم این سویت شدند. اساساً به شرافت غیرت و خدمت مردکاران به روسیه رفته آمدگی، ماه ایون سال 1917 در خوجند سویت اینترناسیونالی مهنتکشان تأسیس یافت و 4 دیپوتات آن به هیئت سویت دیپوتات‌های کارگران و سلطنت‌های شهر همچون وکیل فرستاده شدند. این گونه حادثه ها و بسیار دیگر محل‌های ترکستان هم خاص بودند. تشکیلات‌های بلشویکی که در شهرهای آسیای میانه پیدا شده بودند، به اتفاق‌های مهنتکشان محلی اتفاق و سویت دیپوتات‌های مسلمانان بیشتر تأثیر می‌گذراندند. پرولتارها، دهقانان و هنرمندان مهنتکش از ملت‌های محلی طرف بسیارتر به صف پارتی بلشویکی می درآمدند. در این بابت بهای کمیته‌های پارتیوی به اولین بلشویکان ملت‌های محلی بس جالب دقت است. پرولتارهای اصیل که فقط با مهنت خود زندگی می کنند، آنها با شوق و رغبتی بغایت کلان با یاری ترجمانها ایده های سوسیال دموکراسی را گوش کرده فهمیده می گیرند. با قوه فراست پرولتاری نکته های اساسی حرکت کارگری را از خود می کنند. آنها به صف پارتی داخل شده اعضایانی با غیرت می شوند، وظیفه های خود را با میل تمام اجرا می کنند. سیزد دویومی کشوری تشکیلات های ارس دریپی ترکستان که ماه ایولی سال 1917 در تاشکند گشاده شد و به کاری بین مسلمانان مخصوص دقت داد، در این بابت اهمیت کلان داشت. در رزولوسیه های سیز ضرورت از بند غایه های کلیریکلی و برجوازی رها دادن مسلمانان
همچنین روشن کردن خودشناسی پرولتاریات مسلمان قید شده بود. نه فقط در شهرها بلکه در دهات آسیای میانه هم اوج گرفتن مبارزه شدید صنفی در محلهای گوناگون تأسیس یافتن سویت‌های ریولوسیونی و دموکراتی مسلمانان مهنتکش که با سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطت‌ها متحد می‌شدند یا عملیات خود را با آن مطابق می‌نمودند، شعار و پروگرام RSDRP را کاملا طرفداری می‌کردند. همه این پدیده‌ها گروی مهم و برهان قاطعی همین بودند که طبقه های وسیع اهالی ترکستان با ملتچیان برجوازی جدیدها پنترکچی ها نی بلکه به حمایتگران صادق کار خلق بلشویکان پیروی می کنند. اگر در دوره ریولوسیون سال 1905 در بین ملت های محلی تنها یگان کس بی واسطه کاری ریولوسیونی می برده باشد، حالا صدها تاجیکان، ازبیکان، قزاقان، ترکمنها، قرغیزها و نمایندگان دیگر خلقهای آسیای میانه به صف پارتی بلشویکی داخل می شدند. در زیر راهبری پارتی بلشویکی اتفاق پرولتاریات روس با مهنتکشان ملت‌های مظلوم تشکیل می یافت. در عرفه ریولوسیون فوریه برجوازی دموکراتی پارتی ما دایر به مسئله ملی نظریه از طرف لینین چقور اساسناک کرده شده ای داشت که این در کاری با موفقیت تشکیل یافتن اتفاق پرولتاریات روس با مهنتکشان ملت‌های مظلوم بسیار کمک رساند. تشکیلات‌های پارتیوی در کار خود که بین مهنتکشان ملت‌های محلی گوشه و کنار مملکت از جمله بین مهنتکشان آسیای میانه می بردند، چنین اثرهای لینین را مانند ملاحظه های تنقیدی آید به مسئله ملی درباره حقوق خودمعین کنی ملت ها، ریولوسیون سوسیالیستی و حقوق خودمعین کنی ملت ها، جنبستی مباحثه درباره خودمعین کنی که در سالهای 1913 1916 نوشته شده بودند براهبری می گرفتند. قسم زیادی خلق تاجیک که در امارت بخارا سکونت داشت از نقطه نظری بر ریولوسیون همراه شوی در شرایطی نچندان مساعد بود. اگرچندی که امیر آریم خان در تلگرام خود به نام گنرال گوبرناتور ترکستان کوراپاتکین و مناسبت خوشی به خوشی و به طریق تماما آسایشته به ساخت نوگذشتن تمام ترکستان ممنونیتی صمیمانه اظهار کرده بود، یا خود اگرچندی که اگنتی سیاسی امپراتوری در بخارا با قرار حکومت موقتی رزیدنتی روسیه نامیده شده بود، در امارت بخارا اصلا یگان دیگرگونی به عمل نآمد. در این مابین در امارت در محلهای روسنشین وضعیت یکباره تیز و تند شد. هنوز 8 مارس سال 1917 وقتی خبری سقوط پادشاه به این جایها رسید، کارگران راه آهن استانسیه کاگان میتینگی کلان آراستند که در آن 6000 آدم اشتراک کرد. در این میتینگ بلشویک پالتراتسکی نطقی آتشین ایراد نمود. پس از این دیری نگذشته مهنتکشان محلی یراق و اسلحه پلیسایی ها را کشیده گرفتند و محبوسان سیاسی را آزاد کردند. در تلگرام بدواهمه گماشته سیاسی روسیه در بخارا میلیر که به تاشکند به گنرال گوبرناتور کوراپاتکین فرستاده بود گفته می شد کارگران سرشماری روس که در زوادهای پخته و روغن بخارا کار می کنند و کارکنان راه آهن آسیای میانه و بخارا به تأسیس مؤسساتی شروع کردند که از روی گفته آنها باید جای مؤسسه های پلیسیه و از افتکار جای دیگر مؤسسه های دولتی ما را گیرند. حکومت موقتی می کوشید اینان وضعیت را به دست گیرد.
ماهیمه سال 1917 در کاگان، چارجوی، تیرمیز، کرکی کمیته‌های اجرایی تشکیل شدند که باید به محل‌های روسنشین راهبری می‌کردند. در اولهای ماه می در بخارا سیزد ولایتی این کمیته‌ها کمیته ولایتی تأسیس کرد که به کمیته ترکستانی حکومت موقتی تابع بود. در برابر این ارگان‌های حاکمیت خلقی، سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها تشکیل می‌شدند. به قول پرکوراری سودی آکروگی سمرقند، سویت‌ها نه فقط با مسئله‌های سیاست خارجی و داخلی بلکه با مسئله‌های حیات روزمره علل خصوص مسئله آذوقه هم مشغول می‌باشند. سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها در پیش مردم اعتباری بلند دارند. آنها را مؤسسه‌های دولتی و اشخاص رسمی هم اعتراف می‌کنند. اعتباری کمیته‌های اجراییه یعنی ارگان‌های حکومت موقتی باباجان غفورف کمتر است. این کمیته‌ها در خطار سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها عمل کنند هم هیچ آبرو ندارند. سبب باید همین باشد که این کمیته‌ها مثل سویت‌های کارگران و سلطات‌ها آن قدرتی ریالی ندارند که برای در حیات جاری نمودن قرارهای خود استفاده برند. چطوری می‌بینیم؟ پرکورار سمرقند دیده‌ای بینا داشته است. ارگان‌های حاکمیت خلق بر تشکیلات‌های صنعی بورژوازی و ایسر و منشویکی افضلیتی کلان پیدا می‌کردند. تشکیل یافتن سویت دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها بالاروی کیفیت ریولوسیونی در شهرهای آسیای میانه با عامه خلق تاجیک در امارت بخارا روحی ریولوسیونی می‌بخشیدند. اما به گوشه و کنار دوردست دولت خانی در آن وقت خبرهای حقانی درباره ریولوسیون فوریه هنوز رفته نمی رسیدند. طبقه پرولتاری اهالی محلی هنوز کم شمار بود. دهقانان به ملاها باور می کردند. آنها از جهت سیاسی نهایت درجه قفا مانده بودند. عنصرهای ارتجاعی قسم زیادی اهالی محلی را در تأثیر خود نگاه می داشتند. با وجود این در همان وضعیتی که امارت بخارا را فرا گرفته بود تأثیر زوری ریولوسیون مشاهده کرده می شد. در بین مهنتکشان خشم و غضب از بی حقوقی در امارت و بیدادگری های امیر و مقربانش تا رفت می افزود. جدیدان بخارا هم به جنبش در آمده بودند، اما آنها برای گذرانیدن یگان خیل اصلاحات اساسی که به منفیت خلق روانه شده باشد هرگز نمی کوشیدند. جدیدان به امیر طلبات قطعی پیشنهاد نکردند و با یک احتیاطکاری کلان از حد گذرانی ها را در سیستم حکومتداری امیر محکوم می کردند و بس. آنها هرگز نیتی سرنگون کردن امیر را نداشتند. آنها کوشش می کردند که با یاری حکومت موقتی در سیستم حکومتداری بعضی اصلاحات ناچیز در آورده در کارهای دولتی خودهاشان هم اشتراک نمایند. امیر بخارا برای آرام کردن خلق و مستحکم کردن پایه دولت خود 7 اپریل سال 1917 درباره اصلاحات منیفست برآورد. در این منیفست بغیر از وعده‌های خشک و خاری عمومی چیزی نباشد هم جدیدان بخارا به وجد آمدند و با شعاری زنده باد امیر آزادی دوست به نمایش برآمده اظهار منتداری تملق کارانه خود را به امیر افاده کردند. اما از بس که حکومتداران امیر حتی جدیدان خوش آمدگوی را هم ریولوسیونیران خطرناکترین حساب می کردند، بعد نمایش آنها را به تعقیب کنی در آمدند. مخصوصاً مردم مهنتکش و خادمان حقیقتاً ترقی پروری امارت بخارا به تعقیبات سخت دچار گردیدند. در این روزها همه زندانها از بندیان پر بودند. جلادان امیر بخارا
در کوچه ها حتی آدمانی را هم می داشتند که سر و لباسشان نظر به عقیده آنها به روح مسلمانی مناسب نبوده است. گروه آدمان بیگناه هر روز به مرگ پرعذاب گرفتار می شدند. صدها آدمان را با اندک شبهه چوب زده جزا می دادند. با فرمان امیر عینی را دستگیر کرده 75 چوب می زنند و به زندان می پرتایند. او را سالدت‌های رولوسیونی روس که از بخارا گذشته به خانه هاشان می رفتند از مرگ خلاص می کنند. حکومت موقتی برای محدود کردن قتل و کشتار وحشیانه امیر بخارا چاره نمیدید. رزیدنتی روسیه هم که نمایندگی دیپلماتی حکومت موقتی در نزد امیر حساب می یافت، نسبت به بیدادگری جلاد خونخوار امیر آریم خان بی‌پروا بود. ارتجاع در بخارا موقتاً تنتنه کرد، اما روح رولوسیونی عامه‌های مهنتکش روز به روز بالاتر می شد. لنین در تیزیس‌های اپریلی مشهور خود چنین وظیفه نو می گذارد: از مرحله یکم رولوسیه که در نتیجه به قدر کفایه شعورناک و متشکل نبودن پرولتاریات حاکمیت را به بورژوازی داده است، به مرحله دومی وی گذشتن است که این مرحله باید حاکمیت را به دست پرولتاریات و کمبغلترین طبقه های دهقانان دهد. روسیه در عرفه رولوسیون نو، رولوسیون سوسیالیستی می ایستاد. پارتی بلشویکان صنف کارگر و دهقانان کمبغلترین همه خلقهای روسیه از جمله خلقهای آسیای میانه را برای به عمل برآوردن این رولوسیه تیار می کرد. خلق توجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917 رولوسیون فوریه سال 1917. معارف پروری و ادبیات تاجیک، نیمه دوم عصر 19 ابتدای عصر 20. ادبیات تاجیک در ابتدای عصر 20. فعالیت ادیبان پیشقدم تاجیک. در ابتدای عصر 20 فعالیت بعضی ادیبان پیشقدم تاجیک بسا وسعت یافت. حیرت، صهبا، اسیری، عینی و بعضی دیگران از جمله آن ادیبان بودند. شناسایی با ادبیات روس به ایجادیات آنها تأثیری بزرگ رساند. حیرت 1878 1902 شاعری با استعداد و غزلسرایی زبردست بود، اما شکل و مضمون کهنه نظم به حیرت تنگی می کردند و او در نظم راه‌های نو می جست. در حیات تیره و تار امارت بخارا و نوری امید ندیده روح افتاده شد و در ایجادیاتش هم آهنگ‌های یأس و حزن و غم و اندوه خیلی افزود. ولی گفتن در کار که حیرت شعرهایی نیز دارد که در آنها آهنگ‌های اجتماعی روشن به نظر می‌رسند و شاعر در این شعرهایش خلق را به معرفت دعوت نموده در راه بهبودی مردم جهد کردن را صفت عالی انسان می شمارد. صهبا خودش عملداری عالی مرتبه بود، عنوانی تقصبا داشت، اما عوام فریبی و حریصی و جاهلی درباریان و عملداران امیر به این شاعری پاک وجدان معقول نشد. صهبا از دربار رفت. اشعاری وی اساساً لیریکی باشد هم، ولی هجوی سخت هم بسیار به نظر می رسد. سال 1918 صهبا با فرمان امیر برای اشتراک در نهضت آزادی خواهی خلق به قتل رسانیده شد. تاشخوجه اسیری 1864 1915 در خوجند زندگانی می کرد. با کاسبی کمبغلانه روز می گذراند. کسبش سنگ آسیا تراشی بود.
اسیری شاعری انسان دوست بود و می گفت که وظیفه ادبیات توصیف عقل و دانش است. اسیری در اشعارش بای و ملاهای ریاکار را سخت تنقید کرده آنها را خدازدگانی راه دین می نامد و در جای دیگر می گوید همه خماری میخانه شرارتند، چی محتسب، چی مدرس، چی قاضی و چی رئیس. در یک شعرش اسیری می نویسد آه از این جنسی نجاست تینتانی زهد کش، جز به آبی تیغ نتوانی مطهر داشتن. عنکبوتانند هنگامی که گیرند اعتکاف، صید مظلومی غرض در زیر چادر داشتن. صوف پوشانند اما در غم دیبای روم، از کلاه اینجا هوای زیب قیصر داشتن. جمله طراران راهی دین و ایمانی تواند، چشم بر همیان سیم و کیسه زر داشتن. از سر و کاری نماز و روزه ایشان مپرس، خیش را در زیر باری آخرت در داشتن. اسیری ترغیباتچی فعال علم و دانش بود و عقیده‌ای داشت که با راه معرفت خلق را از جهالت و تعصب دینی رها دادن ممکن است و ایمانی کامل داشت که مکتب‌های دنیوی، علم و مدنیت مردم را خوشبخت کرده می توانند. مثلا وی در یک شعرش می گوید شما را شاید اکنون جهد کردن، غم اصلاحی کاری خیش خوردن. مکاتب های نو ایجاد کردن، رهی درسی نوی ارشاد کردن. قرائت خانه ها برپا نمودن، مقامی مصلحت انشا نمودن. به اولادی عزیز منت نهادن، به نوری دیدگان فن یاد دادن. سر و کاری دیگر باید گرفتن، براهی تازه باید پیش رفتن. سری خود در همه سوراخ خستن، زهر در راه استقبال جستن. صدرالدین عینی 1878 1954 هم از ادیبان ترقی پروری آن دوره بود که سال 1909 اولین کتاب درسی دنیوی تهذیب الصبیان را تألیف کرد. در همان سالها عینی بسیار شعرهایی نوشته بود که به مسئله های مهم اجتماعی بخشیده شدند. تمام ادیبان مذکور در ایجادیات خود خصوصیت های مثبت معارف پروری احمدی دانش را محفوظ داشته با راه معرفت به خلق خدمت می کردند، امارت را زیر تنقید می گرفتند و با رسیه علاقه و رابطه کردن را تشویق می نمودند. ولی باید قید کنیم که آنها فعالیت معارف پروری خود را با وظیفه و طلبات ریولوسیا که روز از روز وسعت می یافت مطابق کرده نتوانستند. به همین سبب عقیده آنها و عموما فعالیت آنها به اندازه محدود و لیبرالی بود. زیاده از این بعضی از این ادیبان پیروی ایدئولوژی جدیدیزم شدند. تدریجاً ادیبانی روشن فکر و دلصاف و پاک وجدان به اندازه رواج ریولوسیا باوری حاصل کردند که به کوچه جدیدی در آمده خطا رفتند. آنها با مرور زمان فهمیدند که فقط پارتی کمونیستی قدرت دارد به خلق آزادی حقیقی و معرفت آورد. به قول استاد عینی پارتی او را و او برین بسیار زیاییان پاک وجدانی جوینده را از باطلاق جدیدیزم
بیرون کشید. این قبیل آدمانی باطناً ترقی پرور جدیدی را قطعیاً ترک کرده به موقع بیناکاری سوسیالیسم، به موقع معرفت کمونیستی خلق قرار می گرفتند. шумо гуфтори 124 ва охиринро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқуловхон, коргардон Шералии Нағзалӣ.